خب درود هموطنای عزیز، انسانایی که پیگیری میکنین کانال خودی خلقه، برای همه شما تشکر، برای لایک، подписка و поделитото. امروزه یک چند سوال ها با همون با نام پاتریوت ها داریم و کی بودن پاتریوت های تاجیکستان و کدام شرایط داشتن پاتریوت های تاجیکستان. برای شما کم ترک معلومات میتیم که این پاتریوت ها یعنی واقعا این وطن، این زندگی که دارن، حاضر شرایطی که دارن، ایرا بسیار دوست میدارن همراه امام علی و اولاد او کش کرده که نمیخواهند دیگر تغییرات شوه یا اینکه اینا مجبورن این کار کردند. کم ترک در این مسئله صحبت میکنیم تا که دیگر وقتی هم خیلی انسان ها میبروین همراه شما صحبت میکنن یا یک چیز مینویسن، عموما دیگر او را به نظر نگیرین. همراه او حاجت به صحبت کردن هم نیست، حاجت به گپ زدن هم نیست. و همین انسان ها کمتر، از همین انسان ها برای شما کمتر معلومات میتیم. یک چند وقت من از گویم حال احوال همه پاتریوت هایی که ستاتیا می نویسن در وصف تاجیکستان، عشق و محبت و زندگی و گلگل شکوفان و پیشوا و اساسگزار و ستاره آسمان و زمین و نجات بخش، نمیدونم نجات بخش ملت و غیره ها گفتگی انسان ها را از زندگیشان کمی از دور 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 معلومات جمع کردم. گفتم کی باشن اینا، کیان اینقدر پاتریوت این وطن، چرا این وزیر نیست؟ این انسان اینقدر وطن دوست میداره، چرا این انسان اینقدر این وطن دوست میداره؟ این چی زندگی داشته باشه؟ گفته از دور دورکا بگیم که همون مثل موی قپی وری چنگه که پرتفته درباره زندگی و معلومات گرفتیم. واقعا معلم ها، بعضی طلبه ها، بعضی استودنت ها و بعضی دیگر ساحه هایی که هستن، حکومت امنیت او را ترسانده و بگیم نوابسته در کدام حالت است. وقتی که یک ستاتیا لازم می شود، یک جایی که لازم می شود، زنگ میزنن، رقم های او در امنیت گرفته مانده شدگی است. اگر همون ساعت ننویسه گویم که با او وزمین میغلطه با گفتی همون خودشون. در داخل امنیت یک خصوصا ساختار تشکیل کردگی هستند از KGB که همه خیلی انسان های می نوشتگی، یعنی خشرو می نویسن کو، ولی هم دینا یک برادر از برادر پرویزم میدونی نه، گفت که همه که از تنایف گفت کم کم همه خودت در نوشته ها اشتباه داری، خطا داری. گفتم که نه برادری عزیز، تو خطا خوندستی. گفت چی با؟ ما گفتم تو با لهجه مثال گیریم ادبی می نویسی، ما لهجه کلوبی قطعی می نویسم. تو با لهجه گفتم که مادر نویسی، ما اوچه می نویسمش. گفتم تمام فهمیدی تکستا درباره همون خشتامان نوشته بودم تقتی همون را میگه که جده می شوه که گفته. ما گفتم او خوجند داده می شوه، در کلوب ته می شوه، کدامی که کلوبی خوندن نمیتونه در نظرش هم خیلی میتوه. گفتم خلاص یک در بین گب رکلام بود، یک شوخی. خلاص گویم
همون آدمایی که می نویسن که نویسنده نخیر خشرو می نویسن یکون شعرها می نویسن استودنت ها عموما همون آدمای همین نویسنده ها را او برده ترسانده بگیم که مجبور میکنن که هر وقت در وصف امام علی بگیم که یک وطن امام علی یعنی یک وطن که تعریف کردی به نام امام علی نمیشه وجوده اونجا یک بار وطن ما یک استاتیاش نوشتگیش خوندم همگی 3 بار نام وطن قید شدگی است در همون استاتیا 3 بار نام وطن اومدگی است یک 28 بار نام امام علی با تمام همون چیش اومدگی است اساسگذار صلح و وحدت و پیشروی ملت نجات بخش سیاره نمیدونم غمخوری ملت پدر ملت خیلی خلاص هم تو وردگی است همه قدر استاتیا درست بود که بعد در آخر اومدم فهمیدم ما خودم آدم کندخون آخر خیلی معلم نیستم آخر در آخر اومدم فهمیدم که باید در وصف امام علی یگان وطن امام علی چیزی بنویسی آزمان بوده است چی بوده است ما گفتم ای بچه گفتم همین کوتوکک نمی نویسی همین را گفتم این 3 بار نام وطن نوشته یا تو وطن دوست دار 33 بار دیگه نام امام علی نوشتگی این چی وطن دوست داری تو است تو وطن دوست داری امام علی دوست دار من نفهمیدم خلاص هم خیلی مردم هم مجبور میکنن معلم ها را خصوصا طلبه و استودنت ها و غیره ها را هم خیلی مجبور میکنن که تو که اینو بنویسن اینا خواهن نخواهن بگیم که یا را اگراژت میکنن باید یا بنویسن یا پد اگروزا می نویسن یگان تا همین استاتیای همین بیمانی همین انسان ها را و از اون جمله نام خیلی استاتیا نویس و غیره هاشه اهمیت نتی نه شما قطعی میبرو را سپور میکنن میویان میگه نه ما قطعی گاب میزنم اما قطعی چی گاب زنم تو کی خدا را شکر تینجای زندگی کردن بگی تمام قطعی میگم پرابلم داری یعنی جوابش بدیم برو اصلا قطعی و بحث نکنید برای که اونو را خصوصا مدرورن زنگ میزنن که شما بدروید زندگی هاشون با خدا قسم به نهایت زندگی تلخ است همون انسانایی که استاتیا می نویسن همون انسانایی که در وصف تاجیکستان میروند در یگان جای خشرو خودشون ویدیو میکنن اینا را مجبور روی میکنن مجبور برا میگه یگان جای تاجیکستان یگان جای فسان ده بس زیدی و گبزه بسیار زور یعنی که شما ببینید ملت زیدی ملت کرده ایستادن مردم زیدی مردم ولی میگن که در داخل ملت جنگ ندازین میگن که مورا یعنی ببینید آدمای عادی در زندگیش باور که یک تشخطی هم خیلی از زندگیش معلومات گرفتم معلم بده است فرق نداره ساعتی درسی است دیگر چیز است باید دوست استاتیا بنویسه بتبده است یعنی که استاتیا در وصف امام علی بنویسه با پریچون بی پول یک تیم پولش نمیدونیان زنگ میزدیان باور کنین که ببینین زندگی را ببینین زنگ میزده است میگوته است که یک استاتیا نمیدونن بنویس اینجا در نام دیگر کسی دیگه با یگان بزیچه دیگه چاپ میکنیم یگان استودنتی دیگه ده چاپ میکنیم در فیسبوکی اون معلم میگفته است که من حاضر عین حال درس هستم میگفته است که استاتیا از اون درس ده بالاتر است جواب تی طلبه را یا که من بشینن برو استاتیا را بنویس تا 20 دقیقه وقت که استاتیا آماده باشه موضوع در نمی موضوع 20 دقیقه وقت همه قدر کردگیان میگم معلم در عدیر پادوانی داره کار داره چابوخ کرده است خونش پیبول کرده است یک کاری خونش کرده است میگم تا زنگ میزنن معلم میگن که 20 دقیقه وقت در فلان مسئله استاتیا بنویس نام پیشوا بیشتر ذکر شود فهمیدی خلاص هم خیلی دست یا بیچاره جبر دیده بدین همشون که جبر دیدن برای همون اینو ده اهمیت ندید
اینجا سوال ما دمو بین میویا همون آدمایی که بگیم بعضیاش حواسکی میکنن این کارا که تو که در همون رکلاما میکنن کو گل رقص بازی میکنن بعضی جوانو حواسکی میکنن که همون کش شون همون گروپ آدم سوال به همو میویا سوال به همو امنیت میویا یعنی که مایل ما قبول داریم یا وطن دوست هستن بسیار وطن دوست میدارن همین معلمی که در خونش نون نداره نوسا با کردیت کشیده ایستاده است گفتی همو گپو یا پاتینکا را 6 سال شد پوشیده ایستاده است احتیاط کرده خودش تگ میگه و پاتینکا را شما گفته ایستاده است و معلم امروز در وصف تاجیکستان بگیم استاتیا نوشته است میفهمی معلم پاتینکاش شما میگه 6 سال پاتینکا را پوشیده است دریدم اونکو میگن کو کمبغل کنش بداره و چیزش نمیگه کو دریدم اون اگر تمام دیگه معلم ده بسیار با احتیاط میپوشه خودش تو گفته گپ میزنه پاتینکاش شما گفته برای که در زندگیش یه پاتینکا داره اونمو معلمی که استاتیا مینویسن در نمیو بعد یا از فیسبوک های خودشون چاپ میکنه ببینید مایلی او معلم اینقدر این وطن دوست می داشته است که 6 سال باید پاتینکا و این قستاتیا می نویسه شما ده اینقدر در وصف امام علی و در وصف وطن بگیم اینقدر این وطن دوست می داشته است آخران گوشتی خوردگیش و معلم در یادش نیست کی خوردگی بس نانی گندم ها گفت هم گفت با احتیاط میخوره کم کم سرم نکنکو میگه خیلی امروزش در بسای با پگه سهر میخوریم گفته معلم در کیسهش 10 سمی دیگه زیادی نداره که از مکتب چیزی بخره حداقل پیراشکی بخره کجا گشنه مکتب میره و گشنه مکتب میگرده میاد تو خونه شه یک هستم 12.5 سال شد پشت ای سال 13 سال میشوه او قدر او معلم ای وطن دوست میداشته است قبول یا دیگر انسان ها اینقدر ای وطن دوست می داشتن قبول اما سوال چرا فرزندای دپوتات یک استاتیا نمی نویسن چرا فرزندای وزیر یک استاتیا نمی نویسن از صحیفه خودش چاپ کنن برای چی برای چی خش تباری منصب درست استاتیا نمی نویسن چی با اونا می نویسن از صحیفه خودشون چاپ کنن میدونین برای چی فردا اگر انقلاب شوه تو که در 21 فرزنداش باید سوال و جواب نشوه پولا کی میخوره در خارج کی خونده است در خارج کی خونه داره در داخل تاجیکستان بهترین ماشینا را کی سوار شده است فرزندای رئیسا امام علی رحمان چرا این رئیسا تا فرزنداش در وصف تی یک بار اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت گفته نمی نویسن یا ترا دوست نمی دارن و معلم گشنه ترا دوست می داره چی با فرزندای یک بار در وصف تی شعر نمی خونه چی با فرزندای یک استاتیا چاپ کرده نامی ترا پیشوا گفتن در زپادلا می دونن پرزیدنت گفتن در فرزندای رئیسات مینیسترات زپادلا می دونن که یک استاتیا چاپ کنن در وصف تی بیچاره یک معلم گشنه یک استودنتی گشنه یک بیچاره یک جوانی گشنه یک جوانی مردی کار ملیسات برده بگیم عذاب داده دوای تو بنویس چی با همون میلیسه را بچهش نمی نویسه در وصفیت چی با همون نچلنی بچهش نمی نویسه چی با دودراش نمی نویسه آخی میلیون آوه خورده استن که یا که او زپادلا میدونن امام علی را پیشوا گفته نوشتن در سایت اگر او امام علی را پیشوا بگن اساسگذار بگن بنویسن از نام خود چون
پس او خودشون یک اونیژنی حساب میکنن که یک 10 مرده را پیشوا گفتن. همین خیلی یک قلعه پیشوا گفتن برای فرزندای وزیر دیگر زپدلا است. امام رحمان شخصا من هم خیلی فهمیدم. من دیگه یگم خیلی نفهمیدم. تو امروز که ما اگر دشمنی تو باشیم و زیدی تو باشیم، تو امروز و از پشتی تو خوردستگی انسان ها، چریدستگی انسان ها، رنج راور سوارشیدستگی انسان ها، فرزنداش که کار فر دارن از پول خوندن و خوردن خانه خریدن، یک استاتیا در حق چاپ کردن نتونستن. یک بار ننوشتن ما پاتریوتی وطنیم، ما فرزند اینمی وزیر هستم، ما در این وطن خدمت میکنم، برای که پول اینمی وطن قطعی من، پول اوتام قطعی من فلان فلان اینستیتوت را خوندم اومدم، ما امام علی را پیشوای ملت دوست میدارم، اپوزیسیا خائن خلق است، خائن ملت است. همین قدر کلمه نوشته نتونستن فرزنداش. فرزنداش سحر پاتینکا را با ویبر میپوشن، ماشین با ویبر های میکنن. امروز مرسدس قطعی برام یا رنج روور قطعی یا تویوتا قطعی ببرم، کدومیش قطعی برام، پرادو قطعی ببرم، ویبر قطعی ماشین های میکنن. معلومه که استاتیا می نویسه، مجبورش میکنن که بنویسه 6 سال شد یا پاتینکا داره در پاش. 6 سال شد بشخه خیلی تو میگه که پاتینکا را شما میگه که نداره گفته سلوچاینه میگه او در واسطه هر روز مجبورش میکنن که استاتیا بنویسن. پس امام علی تو چرا وزیر رو تا مجبور نمیکنی؟ فرزندات خوردن، خوردگی انسان دیفاگرت باید باشه، نه اینکه خودشون بخرن پینهان شون بعد یک کمبغل بترسونن که تو مرا تو امام علی را دیفا کن. تو دیفا میکردگی تو نمو چور نمو مجبورکی بوده است، تو دیفاگر اصلی نداشته بوده است امام علی رحمان. هر یک وزیر 3 تای 4 تای زن داره، 15 تای 16 تای گودک داره، تمام گودکش در نامش خانه و در شاتش پول داره، همه کیف داره. امام علی رحمان چی با وزیر و تا فرزنداش استاتیا نمی نویسن؟ همش مکتبای عالی خارجی خلاص کردن، چی با نمی نویسن این استاتیا؟ مثال نو رمضان رحمزاده بود که بود سیمامین یتیم بود، در وصف شعر نوشت از نام خودش. چی با در وصف یک بار وزیرو تا بچه‌اش شعر ننوشتن؟ فرزندای یا فرزندای یا ترا دوست نمیدارن، دفاع نمیکنن ترا. میدونین چی هست امام رحمان؟ فرزندای یا کو ترا باعث یک آدم حساب نمیکنن، ولی کجا برسه پیشوات بگن، کجا برسه استاتیا بنویسن. هر یتش 10 تای 12 تای فرزند داره. اگر 7 تای گفت همو گپو 1 تای بنویسن، همون وزیر رئیس امنیت هر یک انسانی که همون وظیفه داره و گرد اطرافیت ده کار کرده ایستادن، میدونین چند تا استاتیا میشود. ای هفته بای هفته را دیگر گفتی همون گپو خونده و سپید نمیکنن آدم که چی نوشتگی است. پس فهمید امام علی رحمان تو کی و بگیم چی خیلی ترا امنیت خودت ترا اسپالژوت کرده ایستاده است، امنیتت. و او یکی گویا که ترا دفاع دارن با تا نشان داده ایستادن که وقت ما دفاع میکنیم. چی دفاع دارن؟ یا استودنت فهم کردن یک کودک کمبغل آوردن گفتن تو ببرو گپ ز قطعیشون. همین از دفاعش همین از دفاع امنیتی تو. فرزندی خیچه پینهون کرده، جونی خیچه پینهون کرده،
یا معلم همه برورن تو گبزه یک نمیدونم استودنت همه برورن تو گبزه یک صنعتکار همه برورن تو گبزه یک نیش همه برورن تو استاتیا نویس همین چیز است این دیفوگارو تا دیدی 100% امام علی رحمان اینو ترا اسپوزو دوران گرد اطرافت پکا ورمه هست و این همین 4 کمبغل مجبور کرده بگیم خیلی این همین در درونی جنگل بگیم هم پیش گرگوده یا گوسفند همه پرتوی کو بعد یک دقیقه پی گرگو بزنه بعد میگیرن پراش میکنن این همین بیچاره مردم اکو زیدی همین مردم دیگری کو پروتیف کرده سه دوای تو گبزه تو بنویس تو گبزه فهمیده اشته این همین هست امام علی رحمان این دیفوگرهای تو همون امنیتی که ترا استفاده برده است لبوی دیپوتاتت لبوی گرد اطرافت ترا کنکریت نه استفاده برده است برای چی؟ برای که ریسک نکرده استودن یا ترا دوست بدورن کو بچهش قطعی ریسک میکنن بچهش همه بروره میگه بنویس اینو میخدت بنویس بگو ما بچه فلانی مون عکستا در فیسبوکت بنویس اینو فرزندای خچونه پنهان میکنن فرزنداشون در خارج روی میکنن همه کارا میکنن اولاد خچونه پنهان نگاه میدارن حتی که خچونه نشون نمیتن کیانو گویا که ایت دیفو دورن کمبغلا رو آورده در اینترنت میبرورن دوای بنویسین دوای تو برا در اونجا ویدیو که برا تو در پیش اینای ویدیو که برا تو در پیش فلان قصر ویدیو که برا تو در پیش اینا فلان جو ویدیو که و زیدی و گبزه زیدی مو چی گب میزنه چی گب میزنه زیدی مو واقعا دوستای عزیزم اگر که شما همون انسان هایی که زیدی شما امروز میبروین از تطیه می نویسن گب میزنن یک کاری عادی ترین کنین و پروست از منطقه شدن بیاوین دسترخوانی همون را یک صورت سیومکه کنه استاک پارتویش موده زندگیش از سیومکه کنه پارتویش موده کم ترکه همون 2 minut 3 minut پروست هم پینهانی هم تلفن قطعی میره خونش از سیومکه که زندگیش از سیومکه که همون انسانوی که ستاتیا می نویسن همون انسانوی که من پروست نمیمونم اینجا صورتش بشوخ اگه خونه را احوالش همه بینی که خونه را آغل خونه ایو دا خوبه آغل خونه ایو دا خوبه اینمی موسورکای اینمی که شما دامی موسورکا را نشون میدم اینمی زدانی که دیده ایستوده نمی موسورکای با کرپیچ دیگه اینمیجا کرپیچ خیلی سوخته گیه برف های بیرون مودا امروز سخت برف اینمی موسورکا دا کو احوال خونه شون باده باور کنین ایمو بایمو کو یلی زندگی میکنه زندگیشون او میبرویا بگیم که مورا میگه خوینوی ملت شما خوینی ملتین ما تینجیم آرامیم آسودهیم خونش ای آغلی مود اگر گنده نباشه چیزی میگوی بگو در نامجا زندگی دارن و دعوا از تینجی آرامی وطن داره باور کنین دوستای عزیز اینو که پروست پیشکه قربانی هست کدام معلم نمیدونم کدام دفتر دزدی دست چیکار کرده در دست زدگی است کدام معلم بیچاره چون چیکار دیگه کردگی بگیم یا کدام یگان سوم دادگی هن وضعیت که کردگی یگان کارو کردگی احوالای ایو را ببینین که بگیم دلتون میسوزه دلت میسوزه و همون انسان بگیم زیدی مو ستاتیا می نویسه و زیدی مو افیر میکنه همون انسان
میگه توجیکستان تینج آباد آرام است. وقتی سوالش میتونم دیگه آدم خطی رویش میگنم میگم که بگوش که یا جدا یک کار است شوانان یکی کار کردن در کارای همگی 2 ساعت کار میکنی دمی سحر قطی بگیم که اویلی که 3000 سومون های 2 ساعت کار میکنی کم ترام پخت پازای کروچی همون پیچکا میچکا را کو علاوهش توری کردن در کارای ساعتی 3 تو ساعتی 5 کار میکنی 5 سحر علاوه را تیار میکنی 5 دوا میپزن میگیرن و تو علاوه تیار که بره خونن هم خیلی کار است کار میکنی 3000 سومون اویلی که شده است میدوا راضی میشه میگه او که جدای میگه که جدای بودای یکی زور بودای میگه 3000 سومون باشه همگی 2 ساعت کار میکنی او معلم های روز درس میده با شاو تیار های خونه روا میگه شکرانه نمی تینجی که دستودم حالا احوالی او را میبینی باور کنین دوستای عزیزم دیلتون میسوزه واقعا برای همو قطعی اونو شما در تفسیه میتونم دیگه سپور نکنین دیگه در همو ستاتیاشون اهمیت نتین عموما اهمیت نتین او را دیگه وابشه نگوش نکنین نخونین شب نه پروست یک خنده مونین در تاش تمام یک خنده مونین براوه دیگر که ستاتیاشون نخونین بعد در باره وقتهای اخیر عکسای رحمانوف با همراه صورت یاد اونم رو احوالشون ببینید دخترکو قطعی طلبای مکتب یا معلم صورت گرفتگی عکس قطعی ما عیناً از نمیجا همو عکس موندنی هستم در گلاونش و همونجا نوشته استودن که اگه صورت کلانتر که دیگه کار که و غیره که گفته استودن متاسفانه مردم ما در همون عکس چی معنا داره نگاه نمیکنند عکس چی معنا داره در همونجا شما عکسی که صورت رحمان فقط بیده استودگی است و دخترکو شما او همونجا هشتون میره و دخترکو را نگاه میکنید زنکو را نگاه میکنید اما او عکس معناش دیگر است و شه معناش دیگر است شما عکس بالوش ای طرف یگون جوش نگاه کنین یا بار دیگه مقدسات ملت نوشتگی است صورت کنستیتوسیا موندگی است صورت پرچم موندگی است گرب تاجیکستان است مبین در صورت امام علی موندگی است امام علی را امروز در مقدسات ملت داخل کردگی است شما میفهمه نمیره او بین قهرمانو در صورتش بود که نابتش امروز مقدسات ملت نوشتگی است همو زنکا صورت گرفتگی دخترها صورت گرفتگی بولو را یا برم جو را نگاه کنین مقدسات ملت نوشتگی است در مقدسات ملت کنستیتوسیا گرب پرچم با یک چیز دیگه نوشتگی او شما خوندن از او چی بودم آخرانش در موندگی است مبین ده صورت امام علی موندگی است 5 تا چیز مقدسات ملت داخل کردگی است 5 چیز اما شما خیال میکنه که همه صورت امام علی را قبیله استوده زور است نه او شما را اتولیکت کرده در مغز شما کنه او را داخل کرده استوده است شما در نشان داده استوده است چی رقصی میکنین ما فردا ایران مقدس ملت میمونیم یعنی مثل کنستیتوسیا مثل بگیم همین گیم مثل بیرق این مقدس است برای ملت برای نمجا با حرف ساوز قطعی مقدسات ملت نوشتگی است مقدسات دولت های ملت نوشتگی همونجا باید صورت امام علی اول صورت کنستیتوسیا هست کتاب کنستیتوسیا دیم صورت گرب است بعد صورت امام علی است بعد صورت پرچم است بعد در آخرش چیز دیگه نوشتگی است
همون صورت اهمیت بتین همی صورت هایی که آخران چاپ شده ایستادن بسیار در اینترنت یک علا چاپ شده ایستاده است. من هر یک صورت ونیمت نگاه میکنم، هر یک صورت معنا و مضمونی خودش داره. چی به ایمینه داتای همو گرفته آورده، ولی ما در همینجا صورت همه مانم همون کوشش میکنم جو کنم بگیم که او مردم کلوب، مردم خوجان، مردم بدخشان بیدار شوین که این آستاستا آوردن رنگ اینا کیمچین این کیمرسن که بود که باباشون بگیم برای ملت همچو پیغمبر کردن که مردم دیگه کتابی او را میخونن، هر سال در وصف او گریه میکنن. امروز شما را نمو بگیم که کیمرسن کیمچینین کرده ایستادن. در قطار مقدسات ملت که صورت امام علی را داخل کردن، فهمیدین؟ مثل مقدسات دین، مقدسات دین میگیم ما، مثل قرآن، پیامبر، صحابه ها، مثل اینو برای ما را مقدس هستند، یعنی که اینو آوردگی هستند اما دین. امروز امام علی رحمان در تاجیکستان مقدسات وطن دا ملت دا داخل شده، یعنی که معنای ای که امام علی رحمان همچون کنستیتوسیای کتاب تاجیکستان بگیم که قوه داره، مثل گرب بیرق تاجیکستان، یعنی بالای سر شما پرچه میزنه، یعنی که شما مثل نه همین چیزهایی که مقدس است برای ملت، یک کس بیرق تا بدرانه علاو بزنه، از یک کس در اینترنت بیرق تاجیکستان علاو بزنه پسخیچ که ویران میشه. برای چی؟ برای که بلد پرچم وطن ما هسته، این مقدس است برای تو. همین خلاص. یعنی که امروز امام علی رحمان در سپیسکای مقدسات ملت قطار کنستیتوسیا، پرچم، گرب و آخرش در چون چیز دیگه هم بودم اونجا، من اون رو آخرش خوندن نتونستم، نشید توی خیلی کلان کرده خوندن نمیشه. امروز در نمون داخل کرده تکش تو امروز تمام مردم اوژه تصمیماتونه بگیرین. اساسگذار گفتن خب کردیم، پیشوا گفتن خب کردیم، نجات بخش سیاره گفتن خب کردیم، آوردن پدر ملت گفتن خب کردیم، نمیدونم یک گله عنوانش دادن خب کردیم. امروز آوردن در سپیسکای مقدسات ملت داخل کردن که باب برابر پرچم گیم، باب و فکر ما آخران نوشتگی گیم بود، اما آخرانش گیم نه، گیم، پرچم، کنستیتوسیا، گرب تاجیکستان قطعی که امام علی را در بینش صورت شماندن برابر کردن که این مقدسات ملت است. یک ده مرده، یک قل، یک قشقار در زندگی عینان شکمش سر نشدگی انسان امروز آمد تا جایی که مقدسات ملت قطارش در جاش دادن. اینو بلاک بر هموطنو کپتون دود کدگی است. یای نمی گفتی همو گپو همی سالی را علیش میکنه. همو گنرال پالکومنیک دیگرات کو با خدا قسم زچمار این انسان بداین، پیدرز بداین، کانچینه بداین، مرز بداین. شما انسانی که یک قله آوردین تو با مقدسات ملت آوردین رسوندین. نمی عیب شما است. باور کنید امروز گنرال ها فرصت رسیده است که باید ما این سیتواسیا برویم، نباشه کپتون دود کد. الله اکبر، به خدا قسم امید الله اکبر که در حالتی من دیدم که سپیسکای مقدسات ملت که مثال گیریم برای ما کنستیتوسیا و
герб бигем байрақ ва бигем гимни мо буд ва дар мобайни овардан эмомалиро тиқидагӣ ҳастам. Ман дар ҷо сурат ча мемонам, дар главни экран оле сурата алиш мекунам мемонам ва дар фейсбук ҳам гуфти ҳам гапо мепартому сурата мардум партидагӣ аст. ба худо вой бар ҳолтонай, вой бар ҳолтон. барои ки ман раҳ да гап намезанам, раҳ барфай бигем ки мошин напартоя ягон ҷода гуфти ҳам гапо мо муқаддасоти миллат чен парем равем айра нобути худам мошини ягон каса назане ки дари гуфти ҳам гапо бепули ку капа дуд мекунам. як галаш траф мети. дар ҳамин ҷа ман суҳбат ман ба поён мерасонам. Ман картинкаро алиш мекунам, ҳаракат мекунам. гуфти ҳам гап пай зиндагим воқеанам халқи кӯлоб ва генерало, прокуроро, судо, судияҳо дига ма беғарз аз намеёзи агар ҳам стили кӯлобиро куличат карда гуфти ҳам гапо чаву модару хоҳару апа дига ку дигар ма калима намеёбам ки барои шумо бугум ки эй бародаро, як инсоне ки шикамаш айнон сер шидагӣ нест, и гӯшна калон шидагӣ аст, и дар дуруни шакаро олуча полчаро дохта шир пир аралаш карда инам аралаш буд утари авқота дар пеши саг мо намехӯра, и баономтари авқот калон шидагӣ имрӯз овардинеш дар ин 30 сол дар муқаддасоти миллат ба баробари парчаму конститутсияву гимну герб монденеш шумо ира туф дар вотон мегӯн ҳамҷа туф кунаму телефоном да туф куним нафоридестай. ба худо туф дар вотон шуморо зот авлодтон ҳарром будааст шуморо. наход шумо то ин дараҷа биёрем бирасоненеш, наход. я гап надорам шумо ба худо қасам. фардо ҳози ку шумо вазифа дорем, фардо кӯдакотон ку баъд мебинен чӣ мешава, баъд мебинен чӣ мешава. нами каре авори рӯзи мурдаи Эмомалӣ агар биромада гирья накарда мебарая тета зиндониш мекунам. ба худо қасам мега хушрӯ гирья накарди рӯзи Эмомалида мурданашда, рӯзи мурдашда мега хушрӯ гирья накарди мебаран зиндон мекунам. зинда бошен карочи ку ма баъзан ҳолато воқеанам дардам мекунам, баъзе чизоро мебинам шумо аҳамият наметиҳед. хеле ку камбағалое ки нам статья менависанд бовар кунед дар қиссаш набошен, дар қиссаш набошен. бача носа ба кредит кашида истода не ойлик шава пул таметам, камкам пул таметам, биёин ҳози я сомон бутам, я сомон дига вақти ойлик даметам. яъне ки гуфтиам поляко рата қати нос кашидестанд, моҳонара рата меганда, хеле камкам метику кредит қати билад зиндагиша бурда истодааст, нона ба кредит хӯрда истодааст. ӯ инсон гуфтиам гапо биромада ватандӯстдорӣ дора, дар васфи ватан шернут. ӯро қиссаша набошен, қиссаи наира бошен ки Эмомалиро имрӯз баробари муқаддасоти миллат конститутсия, герб, гимн ва бигем байрақ баробар карда. фаҳмидед? хонатон обод боша. подпискаро фуромӯш накунед. шерои нар подпискаро биҷиқенеш бо суҳбат мекунем ҳар вақте ки фурсат шид, ҳар кам буди шид гап мезанам. як ала ба худо дар дастам видео дорам, як ала чизо дорам, просто намемонам. медонем барои чӣ? барои ки намо маълим ку аму носа ба кредит кашида истодааст ку капаш дуд мекуна ура бешухӣ. ё ки нав студенте ки гуфти ҳам гапо як пирашкира 3 тақсим карда саҳар абед бега хӯрда истодааст, мебурояд дар васфи Эмомалӣ шер мега ва суруд мега ку ҳаму як пирашкиам мемонад. бешухӣ мегӯм.
من دارم نواره لازمی را کو دارم در دستم احوالش همه بینی کو سگ اروپایی دا زندگیش خوب است سگ اروپا را زندگیش ایامو انسانو دا خوب هستن او میخیزن در وصف امام علی شعر سرود مینویسن او را قصهش دا نباشین دیگه قصهش دا نباشین او بوار خیلی جبر دیدن این ایو در روز شید میگه خونه تونو بود باشه مو در شب شید باقی فکراتون از یه کامنت بنویسین ما از شما خواهش میکنم کوشش کنین در وصف نامو شعرنویسا را کو همین جاتون ایاخی بچه برای اینکه زندگیش پیدا کنین پنهانی زندگیش بگیرین ویدیو کنین گفتی همو گپو بعد روز میشوه روزی لازمی می پرتای میگوید ببین و خدا قسم در پیش مغازین چی میروه گردنش کج کو 1.5 ساعت زوره میکنه کو 0.5 کیلو شکر قرضش بده 0.5 کیلو شکر قرضش بده که گودکو گشنه خیلی میدونه نه ما که مویلکمون التماس که بالا که برادر جو ما یکم بار پدوادید کرده بودم اوخی میگه نه قرض چی دیگه است کی میتی اوخی باور کنین این قصه را میبینین این قصه را میشنوین کو در زندگی و خیلی غمگین میشین یکی بازم بیچاره را بگیم که میبرورن میگن گبزه میگن بنویس میگن گبزه میگن نوار که برای همین امام علی رحمون اگر همینا واقعا طرفداری تو باشن همین معلمو ما راضییم همین زندگی همین رو کم تر خوب که التماس ما راضی همین طرفداری تن همین رو حداقل ماهانه شون کم تر یگانسم بتی همون پول امنیت گرفته استوده است خورده استوده است ایو را به پول مجبور کرده استوده قربان چم حداقل امام علی طرفدارو تا نظارت که زندگیش خوب که بچه یک کارتوشکا را با کردیت خورده استوده استی گفتی هم گپو 3 قسم 4 قسم کرده داده استوده است نداره زندگی هم بیچاره اقلا همین را زندگیش خوب که التماس امام علی بعد دیمی چیزی که همین امنیت اگر واقعا تر دوست بداره یک کوب سنج همین را فرزنداشون در فیسبوک های خودشون با چهره خودشون صورت های خودشون قطعی میتونن در وصف استاتیا بنویسن 3 بار نام تاجیکستان قید کنن 33 بار نامی مثل اینمی معلم گشنه بیچاره مثل اینمی 33 بار دیگه در اونجا اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت قهرمان ملت نجات بخش سیاره نمیدونم چون چیو با بگیم از چی بود با همون کانستیتوسیون برابر مقدسات ملت گفته بنویسن میتونن امورا فرزندشون اگر نتونن امام علی کیدت زدگی هم طرف خودت ای طرف ما نه تا کیدت زدگی ای طرف خودت خونه تو بود باشه انتظار امام علی که ببینیم فرزنداشون یه بار در وصف شعر بنویسن یا مجبور شون که مردک هستی امام علی کنسا خوردن یه شعر در وصفت نگفتن معلم بیچاره 9 با کردیت زده در وصف هر روز شعر بنویسه زنده باشه باقی فکراتون رو بنویسین وطنو